حرم بودن، خود را متولی و نگهدارنده و حفاظت کننده مکه میدونستن. خوب معتقد بودن، به الله هم اعتقاد داشتن، ولی خوب مشکلشون شرک بود، انکار آخرت بود، انکار رسالت و نبوت بود، دشمنی بود با پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ولی حضرت رسول به این امید که اینها دیگه مزاحمت نخواهند کرد، ممانعت نخواهند کرد، ولی اونها ممانعت کردند. گفتگو شد، مذاکرات انجام گرفت، حضرت عثمان را مکه خود او را که امان دادند، ولی گفتند که شما را اجازه طواف هم میدیم. عثمان گفت من بدون رسول الله طواف نمی کنم. حضرت عثمان برگشت، اونه که بیعت رضوان صورت گرفت، معاهده شد که دیگه جنگ بندی بشه، آتش بس بشه به اصطلاح امروزی. اگرچه اون اصطلاح سرد بود، ولی خب حالا اصطلاح امروزی همینه که صلح بشه و این صلح انجام گرفت. بنده ها و مواد صلح هم نوشته شد. یکی از ماده های صلح، یعنی بنده های صلح، این بود که اگر از مشرکین فردی بیاید مسلمان شود از قریش به مدینه، اینا باید پس بگردانید. وقتی مسلمان شده بازگردانید او را به کفار، به مکه. اگر از شما آمد کسی، ما باز نمیگردونیم. ظالمانه بود، نه؟ ظرف زور بود. و اول حضرت رسول الله این را پذیرفت، چون آینده را حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم اینجوری میدید از جانب الله، طریق وحی، که آینده فتح خواهد شد. و این شرط و چند شرط دیگه خیلی، مخصوصا این شرط خیلی بر مسلمان ها سنگین گذاشت، عموم مسلمان ها. حتی امروز یعنی گفتگو کاملا به پایان نرسیده بود که ابو جندل آمد مسلمان شد و اونه هنوز تو همون جلسه بودن، گفتن نگاه کن این آمده مسلمان شده، اینو برگردونید. حضرت گفت که هنوز که شرایط کاملا تعیین نشده و یعنی داریم تو گفتگو به پایانش هستیم، اینو بگذارید. گفتن نه، امکان نداره، باید این برگرد. ابو جندل خواست، یا رسول الله چطور شما را برمیگردانید به کفار تحویل میدید؟ مسلمان هم گفتن یا رسول الله چطوری این را تحویل بدیم؟ حضرت گفت بهرحال شرط دیگه، معاهده قرارداد همینه. گرچه مصلحت یک مسلمان در همین بود که او را باز نگردانند، اما معاهده میشه یاد کنیم عزیزان، معاهده، قرارداد، قول، عهد، اینا که آدم با کفار هم ببنده باید رعایت بکنه. اینا که کافره بهش قول میدیم دروغ میگیم، مالش میخوریم، پولش میریدیم چون کافره. تازه پایبندی عهد و پیمان با کفار ضروری تر است، مگر اینکه اعلام کنیم که آقا از این من بعد ما تو با شما پیمانی نداریم. این نیست که یک بندی رو خوشمون نیامد دیگه اونو بشکنیم. اینو میشه ما باشه عهد پایبندی بشه. یک مسلمان باید خوش قول باشه، خوش پیمان باشه، پایبند به قراردادها باشه. درودی بخونیم.
خب ولی این قرارداد خیلی سخت بود، ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم چاری ندید. بعد واقعا اون بعد تفصیلاتی داره که ابو جندل می رود و بعد ابو بصیر می آید و اینا با هم وقت میکنند و اونجا نمیره خودش. حضرت رسول الله او را میراند، او فرار میکنه جایی میره سنگر میگیره و بعد خود اونا به ستون میاد. حضرت رسول گفت ابو جندل تو برو، ما به این شرط باید پایبند باشیم، چون دین ما همین میگه. دین تنها نماز نیست، پایبندی به قول و قرار و عهد. امروز مسلمان با هم اصلا عهد پروا ندارن از شکنی رو. حضرت فرمود تو برو، الله تعالی گشایشی در کار تو خواهد آورد اشاره. و الله تعالی آورد. خب اون تفصیلات نمیدیم. و حالا یه شرط بود. حالا چی شد؟ مردانی که بیایند اونها رو باید بازگردانی. ولی یک مسئله خیلی حساس بود، مسئله زنان. که این زنان اگر بیایند از اونجا این زنن اینها تکلیفشون چی میشه؟ زنان. اللهم صل. نکن در بند این بود که در اون صلحنامه که کسی بیاید، زن و مرد نبود. از یک نظر خب زن مستثناء، ضعیفه، تو زبان ما میگم نه عاجزه. تصریح نبود که اگر مردی زنی بیاید. معمولا بیشتر اون مسئله جنگ و دعوا و رزم و اینا بود، با مردان میان میرن، ولی زن ظاهره که رزمایش و جنگ و این چیزا توشون نیست عموما که اینجوری. لذا زنانی هم اینجوری شد که تعدادی از زنها هجرت کردن، ایمان آورده بودن. من جمله یکی مشهوره که تو تاریخ میاد، تو تفسیر من، سعیده بود. خب این شوهرش مردی به نام سیفی بود. سیفی گفت که خانم من آمده، اینه به من برگردانی. این زن بود. حالا مشکل اینه که اون وقت هنوز که اون عقدها شده بود، یعنی عقد کافر و مسلمان و اینا ممنوعیتی نبود ابتداً، ولی بعد این مسئله آمد، ممنوعیت آمد که کافر با مسلمان ازدواج نمیتونه بکنه. البته مسلمان با کتابیه یعنی نصرانیه یهودیه میتونه در شرایط خاصی ازدواج بکنه، ولی با مشرک که جایز نیست، با کافر عمومی که جایز نیست، با هندو جایز نیست، با سیخ جایز نیست، و البته مرد اگر نصرانیه یهودیه نمیتونه زن ازدواج بکنه، زن مسلمان با مرد مسلمان میتونه ازدواج بکنه. این که مسئله شرعی است. گرچه این زمان علما من میکنن، میگوین که خطر این است که اولاد گمراه بشه. اونا خیلی شاطرن، خیلی زرنگن، یا زنان یهودی، زنان نصرانی خیلی خود را فرهیخته و تحصیل کرده و زرنگ و پرنگ میدونن. روی بچه ها خطر است. اگر به آدم کسی بدونه که این بچه ها کافر میشن، بچه ها مادر اینا رو به طرف فکر خود میبرن، جایز نیست در چنین شرایطی ازدواج با چنین زنانی. عقیده بچه ها رو خراب میکنه. ولی اگر شرایط خاص بود و غلبه مسلمانان بود و این خطرها نبود، فی نفسه یعنی جایز هست یک مسلمان با زن یهودی و نصرانیه ازدواج بکنه، ولی با کافر بیچ وجه نه. الله اکبر، اللهم صل علی النبی. حالا این مسئله آمد، مسئله زنانه. اون آمد که خانم را به ما بده، این مسلمان زنه چطوری نبرگردانی؟ این آیه آمد که شما اگر زنان آمدن هجرت کردن، این حکم برای اونها نیست. یا اینکه این حکم الله آمد اونها را استثناء کرد، یا اینکه از قبل تفسیر صلحنامه همین بود که زنان تو این نیست. ها شما ضرری کردید، شما ضرر کردید، یه زنی را به عقد خود در آوردید، پول دادید، مهر دادید، طلا گذاشتید، خساره کرده دیگه. زنش آمده پولش بدید بهش،
مهرش بهش بدید. شما مسلمان اونه بدید. اگر اون مهر را اون زن خورده، همه را گرفته بوده و مصرف نکرده بده. اگر مصرف کرده مسلمان ها وظیفه دارن بدن، از بیت المال بدن یا عموم مسلمانان به هم جمع‌آوری بکنن، نگذارند که این زن مدیون بشه. مشرکه، بهش مهرها اون زنانی را که هجرت فرستادن برایش، درمان حق کافر را هم باید رعایت کنید. این دین عزیزان، رعایت حد یعنی حد و مرد، حلال و حرام. دینداری فقط در حج، در ذکر و تسبیح، در نماز، در تبلیغ، اینجوری. این نماز، این عبادت، این تبلیغ، این قرآن، این نفل، این همه برای همین نگه دستور الله اطاعت بشود. دستور هرچند بر نفس فشار بیاید، حق غیر مسلمانه. اگر یک برادر انسانی ما که خلاف عقیده ما هست، او معامله پولش کامل بدیم، حقش نباید بخوریم. روز قیامت الله خواهد پرسید. اللهم صل علی النبی الامی. خب بله این بود که شما اینا بر نگردونید، مهر بدید. البته یک شرط هست، اینه که کسی آمد زنی از مکه به مدینه، مدینه پایتخت جهان اسلامه، شما تست کنید، آزمایش کنید واقعا برای الله آمده، امتحان بگیرید ازش. خانم تو چی؟ تو از شوهرت ناراض شدی آمدی؟ نه من برای الله آمدم، مسلمان شدم. تو آمدی اینجا مدینه میخوای با یکی بکنی؟ نه برای الله، برای ایمان هم حفاظت ایمان بوده. قسم بهش میدادن، کلمه جلوی من بخونه، قسم بخوره و از قرینه و رفتار و طرز اینجوری معلوم بشه که واقعا میاب شد دیگه، او رو بر نگرد. یا حلال نیست برای اون کافر که دورش سرداری عادی باشه. شما نگاه دارید در مدینه با یک مسلمان ازدواج بکنه، ولی مهر اونها را بدید و این هم نگاه باید دقتی هم داشته باشه دیگه. این مسئله بود. و از طرفی اگر اینجا یک کافری زنی بره اونجا، خیلی خوب، اونا هم باید این کار رو بکنن که البته این اتفاق نیفتاد. میگن یک دو تا موردی بوده، اونا هم به هر حال تعبیر و تفسیرهایی داره، ولی این صورت نگرفته اونجوری که یعنی مشخص بشه زیاد. استغفر الله. و اونا هم نمیدادن، اونا کجا چیزی هم نمیرسادن، چیز موردی میشه. ولی مسلمان پایبنده. مسلمان این هم نگاه نکنه که یک کافر، یک غیر مسلمان در مراعات این عهد معاهده کوتاهی کرده. مسلمان وظیفه خودش انجام بده. مسلمان یعنی پایبند، مسلمان یعنی با دیانت، مسلمان یعنی پایبند قول و قرار، عهد و وفا. این است اسلام. یکی همین بحث بعدی بحث بیعت زنان هست. حالا این آیات را شما دقت کنید. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، اذا جاءکم المؤمنات، وقتی پیش شما زنان با ایمان بیایند، مهاجرات در حالی که هجرت کردند از مدینه،
ببخشید از مکه به مدینه فامتحنوهن اونا را امتحان کنید. امتحان فامتحنوهن امر امتحان کنید یعنی ایمانشون. البته الله عالم بایمانهن الله تعالی بهتر میداند ایمان آنها را. یعنی اون ایمان چیز درونیه ولی ظاهر قضیه اقرارشون بگیرید قسمی بگیرید دیگه شما می ظاهره میبینید باطنه که شما نمیتونید دریابید. فان علمتموهن مؤمنات پس اگر دانستید که آنها مؤمناتند ایماندارانی هستند زنانی اینجا آمدند از شوهرانشون ناراضی نیستند در مدینه هم قصد بدی ندارند انسانهای پاکی هستند زنان پاک و پاکیزه و پاک دامنی هستند صرفاً به خاطر اینکه شوهرانشون غیر مسلمان بودند از اونا گریختند و آمدند. فإن علمتموهن مؤمنات شما آزمایش کردید دیدی که این مؤمنه چند تا آمده بودند. فلا ترجعوهن الى الكفار اونها را بر نگردانید به شوهران کافرشون به قوم کافرشون. چرا؟ لا هن حل لهم این زنان برای اونها حلال نیستن برای اون کافران. اونا که حلال حرام پروا ندارن ولی یعنی اینها حق ندارن که اونها را برای خود را در اختیار اونها بگذارن. ولا هم یحلون لهن ولا آن مردان برای این حلالن برای دیگر حلال نیستن. و آتوهم ما انفقوا اون ضرر کردن مار دادن آتوهم بدید به اونها ما انفقوا هرچه خرج کردن هرچه خرج عروسی نه خرج یعنی مهرها عروسی موبایلشون بوده دعوت کسی را کرد ولی مهری که دادن واسه طلا داده بودن شطور داده بودن مثلا مهر که امروز هم سنگین اون زمان هم وعده مهرهای کلان میگذاشتن مهرشون رو بدید. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن بعد از این که شما از اونجا جدا شدن عدت گذشت شما ازدواج کنید مشکل نیست ولی با شرط شرعی اسلامی در ازای ادای مهر. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اشکال ندارد گناهی نیست بر شما که اونا را ازدواج کنید اذا آتیتموهن اجورهن وقتی مهریهشان را بدید. اجور جمع اجر یعنی مهریه منظوره. ولا تمسكوا بعصم الكوافر اگر زن کافری بود شما اون نگه ندارید بگذاره میخواد بره ولی کمتر این اصلا اتفاق نیفتاد. یک دو موردی بود عرض کردیم که اونم تفصیلاتی داره. واسألوا ما انفقتم شما خرج کردید شما هم بدون بخواید شما چی خرج کردید ولی اونا ندادن نه ولی شما مطالبه داشته باشید چه ثابت بشه که شما حرامخور نیستید حرامخور همون کافر هستن. ولی یسألوا ما انفقوا اونا هم خرج کردن بخواهن ولی یسألوا بخواهن طلب کنن. ذلكم حکم الله یحکم بینکم این از دستور الله بین شما داوری و میکند. والله علیم حکیم. و ان فاتکم شیء من ازواجکم الى الكفار فعاقبتم و اگر از دست شما برود از زنان شما کسی به سوی کفار بعدم تاکید بخشی از اون حکمه فعاقبتم پس شما عقوبت رسانیدید کافران را یعنی شما غالب شدید. بعد شما آتوا الذین ذهبت ازواجهم مثل ما انفقوا هرچه هر کردن شما بدید به اونها. واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون شما مسلمانان بترسید از اللهی که به او ایمان دارید. الله وقتی دستور میدهد یه وقتی این چرا اینجا الله تعالی فرمود انسان نسبت به کافر و کفر کافر شرک مشرک حساس دیگه. یک مسلمان غیرت هم داره باید داشته باشید. گاهی تو جوش یه وقت آمدید گفتید من هیچی بهش نمیدم خاک بهش نمیدم میدنم تاروارش میکنم حقش هم میکنم کافر این بدبخت. یه وقتی خدا دستوری داده شما تابع احساسات نیستید شما تابع ایمان باشید.
شما از الله در هر حال بترسید، احساساتی نباشید که این کافره، این مشرک، این حق نداره، من هر چه بخوام انجام بدم. نه، شما باید قانون الله را مراعات کنید، پایبند مقررات شرعی باشید، نه احساسات. تو جنگ هم، تو جهاد هم مقررات شرعی رعایت بشه. تو جوش و جذبات و احساسات یکی کاری نکنم. حتی تو جهاد ها فرمود تو جهاد میرید بچه را مکشید، زن را مکشید، معبدشون را خراب مکنید، پیرمردی را که در عبادتی میکنه به روش خود مشرکانش به او تعرض مکنید. شما با رزمنده کار دارید، این شرایطه. یه دی خیال میکنند که بله جهاد معنیش اینه که دیگه بدن و بکوب و هیچ پروای کسی را نکن. جهاد شرعی باید باشه، طبق حکم الله باشه. لذا فرمود شما از الله بترسید. اللهم صل علی النبی الامی و آله و سلم. خوبه امروز به همین اکتفا کنیم. آیه بعدی تفصیلاتی داره انشاءالله. برابر بیعت زنان است انشاءالله که اون بحث را باید به خواهران هم برسانید. بحث بعدی رو خواهر اینجا نمیان نه؟ یه زمانی می آمدن درودی بخونیم. اللهم صل علی النبی الامی. سال هاست بیماره، قضا دعا کرده این عزیز بیمار. چشم برای شما دعا میکنیم. شما خودتونم همیشه وام ازدواج را پرسیده، وام ازدواج را علماء معتبر جایز نمیدونند. اگر کسی هزار نظری تکی کرده معتبر نیست. اللهم صل علی النبی الامی. خب عزیزان خبر شدیم امروز اللهم صل علی النبی الامی یکی از علمای بزرگ منطقه بلوچستان ما جناب مولانا مفتی نظام الدین پیشینی روان بود معروفه، قاضی بزرگی بود، مفتی بود، فرزند عالم معروف، شاعر بلوچستان، شاعر زبان فارسی و عربی شعر میگفتیشون. مولانا عبدالله روانبود که یک فقیه بود، یکی از مردان بزرگ و مورد اعتماد حضرت مولانا عبدالعزیز و بعداً مولانا عبدالحمید صاحب بود. ایشون دیشب از دنیا رحلت کرد. انا لله و انا الیه راجعون. سکته شده. روز جمعه سخنرانی هم کرده. اتفاقا درباره سیر سخنرانیش آمده وقد جاءکم رسول من انفسکم. درباره ربیع الاول داره حرف میزنه. سالم بوده. دیشب ساعت 1 خبر، امروز صبح خبر رسید که دیشب ساعت 1 بر سر سکته از دنیا رحلت کرد. سن و سالش از ما کوچکتر بود. زمانی مسجد مکی خونده بود و پاکستان فارغ التحصیل بود. از مراجع معروف بود ایشون که حتی بعضی طلاقها و بعضی مسائل بود که ما از ایشون کسب تکلیف میکردیم، از رأیشون استفاده میکردیم، در مجامع مجالس فقهی ایشون را دعوت میکردیم و ایشون نظرش خیلی نابغه ای بود. در کمتر از 1 سال قرآن را حفظ کرده بود. یکی از نوابغ منطقه بود. ولی خب زندگی ساده و گوشه‌ای داشت. امام جمعه شهر پیشین بود و هم مسئول مدرسه حوزه علمیه اونجا تعلیم الاسلام مدیرش بود. الله تعالی رحمتش کند، مغفرت کند. جانشین مولانا عبدالله روانبود بود و در اون منطقه دیگه حرف آخر او میزد به اعتبار قضا. و گاهی عرض کردم که در بسیاری مسائل ما هم کمک میکرد. به هر حال الله تعالی او را رحمت کند. وقتش تمام شده بود و نمیدونستیم. انا لله و انا الیه راجعون. برش دعا کنیم الله تعالی مورد رحمت، مغفرت،
عفو قرار بدهد، درجاتش را بلند فرماید، جایش را الله پر کند. یعنی علما احساس کردند که خلایی وجود آمده، الله قدرت داره این خلاها را و بهترین نعم البدل ها پر بکند. الله تعالی بازماندگانش را صبر اجر نصیب فرماید. مولانا عبدالله روان بود که اونه که همه شما میدونید، دیوان پاربلوچیش چاپ شده، در ردیف مولانا عبدالعزیز و مولانا محمد عمر و مولانا قمرالدین ایشون بود، یعنی در همون سطح ایشون بود. و همه این علما به علم مولانا عبدالله احساس نیاز میکردن و روی اعتماد عجیبی داشتن. علمای زمان مولانا عبدالله رحمت الله علیه اون در سفر حج در قطر از دنیا رفت، انا لله و انا الیه راجعون، برگشته بود و ماشینش چک میشه و این فرزندش جانشین به حقش بود. الله رحمت کند بهش. درودی بخونیم انشالله، ثواب امروز گوش کردن قرآن، خواندن قرآن را برایشون نیت کنیم انشالله. الحمدلله بخونید بس قولوا الله خوب ثواب را اهدا کنیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. رفتن صالحین یک آزمایش برای بعدی ها. همین خاطر حضرت رسول الله این دعا را کرده اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا اجره. و فرموده اللهم اغفر له وارحمه، الله را رحمت فرما، مغفرت بفرما، گرامی بدار، بعد از ایشان ما را دچار آزمایش مگردان و از اجر و ثوابشون محروم مگردان. مخصوصا عالمی بزرگی که فکرش، دعایش، علمش برای همه، برای جامعه مفیده، اون در واقع مال خودش نیست، مال منطقه نیست، مال همه است و خیرش به همه میرسن، همه برای او دعای خیر بکنن. اللهم صل علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وآل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا ومن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اصلحنا واصلح أولادنا وذرياتنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك. نسألك تمام العافية، نسألك دوام العافية. اللهم اغفر لمولانا وصديقنا مولانا نظام الدين. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. بار إله ما عافيت بده، ولدان ما عافيت بده، رفتگان ما را گذشتگان را مغفرت فرما، مخصوصا مولانا قاضی مفتی نظام الدین را مغفرت بفرما. جای او در داوری ها، در شریعت ها، در قضاوت ها و در مدرسه و مسجد و منطقه خالی شده الله جایش را به نعم البدل پر فرما. تو که قادری یا الله. یا الله خاندان مولانا عبدالله را برکت بده. این خاندان برای اسلام، برای مسلمانان خدمت کرده است، بهترین پاداش بده، حفاظتش بفرما، درجات مولانا عبدالعزیز را بلند فرما. خاندان های این بزرگان را یا الله استقامت در دین و ادامه راه آنها را عنایت بفرما.
الله مدرسه پیشین را و مسجد را یا رب العالمین و منطقه را یا الله یا الله رونق مزید عنایت بفرما، رونق دینی ایمانی معنوی عنایت بفرما یا الله. درجات مولانا رب العالمین بفرما، رحم فرما یا رب العالمین. بازماندگان را، شاگردان را، ارادتمندان را، مقتدیان را الله، دوستداران همه را صبر، سکون، آرامش عنایت بفرما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد و صحبه و ازواجه و ذریته. بسیاری از دوستان جمعیان مشکلات دارند ولی تقاضا دعا میکنم برای قرضهایشون عزیز میشه یادآور میشن مقروض خیلی یا الله مقروضین را به رحمتت قرضهایشان را ادا بکن که مریضن گرفتار هر نوع بیماری هستند ما را ایشان را یا الله بیماری جسمی روحی یا الله عافیت عنایت بفرما. کلی کسانی که برای دعاها میگویند گمان نیک دارند یا الله تو حاجتشان را میدانی یا الله مغفرت را عافیت را رحم را حل مشکل را برای آنها و ما مقدر فرما. اللهم صل على سيدنا محمد و آل محمد. اللهم ارحم امة حبيبك وفرج عن امة حبيبك واصلح امة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. یالله به توفیقات و عافیت علماء معاصر و خدمتگزاران دین و کسانی که فعالیت میکنند برای هدایت و نفع بندگانت یا الله در عمرشان علمشان زندگیشان برکت بده یا الله. اللهم صل على النبي الأمي برحمتك يا رب.